با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در سراسر جهان، به ویژه همیهنان عزیزم در داخل. امیدوارم حال همه خوب باشه. من دسترسی به دوربین ندارم، میبخشید، این به صورت پادکست دارم با شما صحبت میکنم. البته صحبت این بیشتر حرف دیگه، به قول من دوربین باشه نباشه فرق آنچنانی نمیکنه. دوستان گرامی، یه مقاله دیروز در نیویورک تایمز چاپ شده. این در سراسر دنیا دارن راجبش حرف میزنن، رسانه‌های صهیونیستی هم اینو بیشتر بازتاب میدن. این مقاله به قلم استیون اولنجر که در حقیقت مسئول دفتر نمایندگی نیویورک تایمز در اروپا است، در این مقاله اشاره میکنه که ممکنه اسرائیلی ها به ایران حمله کنن و با چند تا کارشناس صحبت کرده، چون میگه از نظر دولت امریکا، ترامپ میگه من زدم تمام مسائل هسته‌ایشون رو داغون کردم دیگه تموم شده، ولی خیلی ها در اسرائیل، یعنی طرفدارای نتانیاهو، اینو قبول ندارن. میگن 400 کیلو اورانیوم گنیز شده، یه بالای 60%. نمیدونه، ایرانی ها میگن که زیر آوار مونده، ما اصلا نمیدونیم چی شده، ولی اسرائیلی ها میگن نه، ممکنه اینا قایم کردن، به ما نمیگن. خلاصه بحث بر سر اینه، چون ایران اجازه نمیده که کارشناسا برن منطقه رو ببینن، به همین خاطر خودش سوء تفاهم ایجاد کرده و تا به اینجا رسیده که کشورهای عربی مرتب از ترامپ میخوان که با ایران مذاکره کنه، چون اونا وحشت دارن که جنگی در منطقه ایجاد بشه. میگن اگر جنگ این بار انجام بشه، ایران ملاحظه‌ای نخواهد کرد مثل گذشته. جنگ گذشته آماده نبود دیگه. میگه ایران دیگه بدونه که از هر طرفی بهش شلیک شده همونجا رو داغون میکنه، اصلا منطقه رو به آتش میکشه، همه چی به هم میخوره. اینو عربا میدونن و میترسن. اونا دوست دارن که ایران ضعیف باشه و باشم روابط خیلی نزدیک رو شروع بکنن، ولی علاقه ندارن که در منطقه جنگ ایجاد بشه، به ویژه اسرائیل و امریکا اینوالو بشه. اون موقع دیگه ایران دست به کارایی میزنه که قبلا نزده بود و مرتبا در هم مقاله اومده که ایران 24 ساعته مشغول تولید موشک‌های جدید هست و فلان. و آقای دکتر عراقچی هم که مصاحبه انجام داده اینجا هم بهش اشاره شده با شبکه الجزیره، گفته ما حاضریم مذاکره کنیم، ولی به هیچ وجه مذاکره‌ای که میخواد به ما دیکته بشه آقا شما باید اینو قبول کنید اونو قبول کنید، و اون دیگه مذاکره نیست. ما اینو رد میکنیم و مذاکره مستقیم هم احتیاج نداریم. میتونیم طبق قرار گذشته ما همینجوری که میگه قبلا هم مذاکره میکردیم دیگه، اینا اومدن بعد قولی کردن دوباره به ما حمله کردن. بنابراین این بار اون جریاناتی که با مذاکره ما را سرمون گرم کنن همه اونا تموم شد. این در حقیقت یه درسی بود به نظر من ایران یاد گرفته. تو همین مقاله با یکی از کارشناسان به نام علی واعظ صحبت کردن. علی واعظ معتقده که ایران این بار دیگه خیلی خواهد جنگید، اگر کوچکترین حمله بهش بشه بدون ملاحظات و اصلا کلا کاری خواهد کرد که به نظر من برای همه یه سورپرایز خواهد و مطمئنم اینم با خواهد شد، برای اینکه شرایط فرق کرده دیگه. ایران الان 24 ساعته باید آماده باشه. حالا این یه بخششه. بخش دیگهش ممکنه راجع به این جریانات رو صحبت کنن، یک هیجان خبری ایجاد بشه برای شستشوی مغزی مردم و ترسوندن مردم، چون هدف اصلی اینا یک کاری بکنن که مردم رو بکشن به خیابونها، تظاهرات علیه ایران و فلان و اینا، چون در انتظارشون این بود در جنگ قبلی این اتفاق بیفته، مردم بریزن تو خیابون، حکومت عوض بشه، درگیری بشه، ایران دچار هرج و مرج بشه مثل سوریه. ولی دیدن که نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه مردم پشت سر دولتشون به تظاهرات پرداختن. الان هم تازه
خیلی خیلی بیشتر، چون الان ایران با کسی کاری نداره. اگه به ایران حمله بشه بدون که فقط با ایران 90 میلیونی مشکل دارن. یعنی مشکلشون اینه که ایران تو منطقه تنها کشور قوی هستش که استقلال دست خودشه، تصمیم دست خودشه، چه تصمیم غلط چه تصمیم درستیش فرق نمیکنه. الان تصمیمات تو خود تهران گرفته میشه. منطقه همچین کشوری ما نداریم. به همین خاطر روابطی که بین ایران و چین و روسیه به وجود اومده، این هم برای اینا خیلی سخته، چون هدف اصلیشون این بود که اینا بزنن ایران رو داغون کنن، رژیم عوض کنن و ارتباطشون رو با روسیه و چین قطع کنه. بعد اونا برن سراغ چیزایی که خیلی مهمه براشون، چین و روسیه. و این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، برای اینکه ایران نشون میده که با اون کاری که در جنگ 12 روزه انجام داده خیلی موثر بوده. همین الان دوستان جلوی من مقاله جروسلم پست هستش، نوشته که یک جوان اسرائیلی اهل تلاویو 27 ساله این برای ایران کار میکرده و در مقابل کارش پول به صورت بیت کوین دریافت میکرده، اونم به صورت شکلی که پول اسرائیله. خب این جوان چیکار کرده؟ تمام اون مراکزی که ایران زده بود همه اونا را رفته عکس گرفته و برای ایران فرستاده. چند تا تلفن دستی داشته و خلاص حالا دستگیر شده. دارم محاکمه‌اش میگم، ولی به هر حال اطلاعاتی که ایران میخواسته از به قول معروف کف خیابون اونجا برداره، چون اسرائیلی‌ها میگه اطلاعات که نمیداد، حتی این همه میگفتن خبرنگار اونجا جمع شده، هیچ کدوم اجازه نداشتن منطقه رو به طور مستقل برن ببینن و فیلم بگیرن. ابدا گفتن نه خطرناکه. بعد اونا فیلم تهیه میکردن میدادن مثلا دست CNN یا فاکس. اینا حتی خود CNN و فاکس نمیگفتن، بدون اطلاعاتی که ما داریم انجام میدیم توسط Israeli Defense Forces، یعنی ارتش اسرائیل به ما داده شده. پس بنابراین ایران کارشو بلده و میدونه و الان هم این جریان هیجانی که ممکنه اسرائیل میگه کارو تمام نکرده ممکنه حمله بکنه، خب ایران اینو 100% جدی میگیره. ممکنه هم هیچ حمله ای نشه، ولی ایران نمیتونه با ممکن و اینا باشه. ایران باید 24 ساعته منتظر باشه که اگر یه ریگی به طرفش پرت بشه با پاراجو بره دنبالش. اینا میدونن و کارشناسان مرتب میگن دیگه ایران اون ملاحظات قبلی رو نخواهد کرد. مثلا ملاحظات قبلی منظورش اینه که مثلا به خاطر قطر اونجا یه چند تا موشک انداخته پایگاه آمریکا، این دفعه دیگه از هر منطقه موشک اومده همون منطقه رو میزنه. ایران هم به کشورهای عربی گفته ما قبلا میدونستیم دست شما نیست، شاید شما غافلگیر شدید، شاید نمیدونستید، همه این احتمالا، ولی این بار دیگه ما ملاحظات نخواهیم کرد. از حالا به شما میگم آماده باشید. خلاصه این به هر حال 24 ساعته دارن همین خبرها رو، چون میدونیم وضع اوضاع کل جهان به هم ریخته، همه میدونن مشکلات چیه فلان، ولی خب اینو سعی میکنن اینجوری نگه دارن. الان در مورد یک کتابم با شما صحبت کنم، اینم خیلی جالبه. اینه که دولت امریکا الان 40 روز بسته بود، امروز تصمیم گرفتن که باز بشه، بعد چون دیدن که واقعا 42 میلیون امریکایی اگر کارت غذایی بهش نرسه، چون هر روز اعلام میکردن که مردم نمیتونن گرسنه بمونن، اینه که قاضی ها دستور دادن. حالا 7-8 تا سناتور دموکرات گفتن که آره ما قبول میکنیم. خلاصه اونا رفتن از اونا قول گرفتن که بیمه درمانی اینا رو دست نزنه، بعد وارد بحث بشن، بعداً شروع کنن مذاکره. حالا فعلا میخوان همه چی برگرده به روز اولی. البته ترامپینا میگن ما برنده این دیدی اونا دوام نیاوردن، ولی خب واقعیت اینه که کشور به هم ریخته بود، چون حقوق خیلی ها عقب افتاده بود. برج مراقبت میدونی عده‌ای که حقوق نمیگرفتن نمیمدن سر کار، میگفتن مریضیم و بهانه‌های مختلف. 40% پروازا کنسل شده بود. همه اینا چیزایی نبود که امریکا بتونه، به ویژه چیزی که ترامپو از همه بیشتر
نگران میکنه بازار سهامه. دیدید که بازار سهام پنجشنبه و جمعه با کله اومد پایین و این وقت بازار رو میبینید چون بزرگترین پوزیشن دادی به بازار امریکا. همه اینا دست به دست هم دادن، الان دولت باز شده. بنابراین این جریان ایران مرتب داره میگه که ما اهل مذاکره ایم. الان ایران وضعش زیاد بد نیست، چون الان مقایسه میکنیم گرونی هست، اینا همه جا گرونی هستش، ولی ایران داره برای اون یک کاری داره میکنه. امیدوارم که از دولت آقای پزشکیان هم یک کمی نیستین که یا تو باغ نیست یا راه حل نمیدونه یا کارشناس نداره. چون تو برنامه ما بود آقای دکتر عزیزاده هم گفت، من رفتم با آقای پزشکیان صحبت کردم، راه حل بهش دادم، گفتم این کارو بکن دلار نصف میشه. داستان اختیارات گفتش که اگر نشه، گفتم اگر نشه من اعدام کن دیگه. بدون که آقای دکتر عزیزاده اینقدر به کارش باور داره میگه من اعدام کنیم دیگه، این نشون میده که کارش درست. به هر حال حالا اینا رو داشته باشید و خوشبختانه بچه شیعه در ایران شکی در این نیست، همه آمادن در دفاع از کشورشون. چون آیت الله خامنه‌ای هم در سخنرانی اخیرش که به مناسبت گروگانگیری ایران سفارت ایران اونجا گفتش که امریکا با ما جور نخواهد شد، دلیلش خصومت با ما سر استقلاله. ما الان به کسی دیگه احتیاجی نیست که حرف بشنویم یا کارشون، و ما اونا رو قبول نداریم، اونا رو از ایران جارو کردیم ریختیم دور و اگر میخوام با ما رابطه داشته باشن باید روی اصول باشه، احترام متقابل، برابر، فلان. گفت اینو ما نمیبینیم، چون امریکایی‌ها نشون میدن تو وقتی از برجام رفتن بیرون ایران تمام کارا رو انجام داده. همه دنیا میدونن که ایران اون چیزی که باید انجام میداد در گذشته انجام داده. امریکا از برجام رفته بیرون، تحریما رو برگردون دیگه، اون تقصیر ایران نبوده دیگه. پس نشون میداد که اونا همه در حقیقت یا کلک بوده یا در رام کردن ایران بوده، یا اینا فکر نمی‌کردن که ایران وارد این مذاکره بشه. پس نشون میداد که ایران منطقی عمل کرده، کارش درسته. الان هم داره میبینه دنیا از ایران داره دفاع میکنه. این یه موضوع دیگری که هستش، اینا نمیتونن در مقابل چین کاری بکنن، چون چینی ها بزرگترین در حقیقت نیروی هستش در مقابل این، هم نیروی اقتصادی هم نیروی نظامیه. بزرگترین ناو هواپیمابر چینی که بیش از 60 هواپیما میتونه روش بشینه راه اندازی شد و با چیز در حقیقت پرده برداری از این ناو هواپیمابر توسط رئیس جمهوری چین هم انجام شده. خب امریکا داره میبینه دیگه، میگه ناو هواپیما رو اونجا دیگه، البته الان جنگ ناوا دیگه تموم شده، با یه دوتا موشک میتونه چیز کنه، ولی امریکا همیشه روی اینا خیلی حساب میکرد. حالا چین یه چیزی درست کرده که اما امریکا هم بزرگتره، چون میخواد خودش هم از اون بزرگتر درست کنه. به هر حال مشکل اساسی چینه از نظر اینها، ولی چین و ایران و روسیه محوری رو درست کردن که در حقیقت میخواستن که از بین بردن ایران دستی اونا رو از خاورمیانه دور کنن، که این اتفاق نیفتاد و نمیفته، برای اینکه همه چی به هم ریخته است. یه موضوع دیگه خدمتتون بگم خیلی جالبه. دیشب این از اون واقعا چیزهای عجیب و غریبی که من صبح بگم ساعت 1 بعد از شب بیدار شدم، رفتم آب بخورم، بعد اون رادیو هم 1 بعد از شب شروع میشه، سراسر امریکا پخش میشه، از لس آنجلس هم میاد. روشن کردم دم پای یکی داره مصاحبه میکنه. این آقا کی باشه؟ شخصی هست به نام جفری گیلسن. جفری گیلسن کتابی نوشته تحت عنوان مگرز همی. مگی به مارگارت تاچر میگن، نخست وزیر سابق انگلیس. مگیز همی یعنی چکش مارگارت تاچر، اسم کتابش. میگه من رئیس دفتر یک به حساب لافرم بودم، دفتر حقوقی که چندین نفر اونجا کار میکردم، منم رئیس دفتر بودم. رئیس من علاوه بر حقوقدان
خیلی برجسته انگلیسی، خودشم نویسنده سخنرانی مارگارت تاچر بوده. بعد تو اون یه جریانات اتفاق افتاد که خیلی عجیب بود که این یه دفعه گفتن خودکشی کرده. گفت من خیلی از این موضوع ناراحت، چون بهش خیلی نزدیک بودم. این یه آدمی نبود که اهل خودکشی باشه، این آدم به این باهوشی، زن و بچه داشت، بچه هاش کوچیک بودن، 3-4 ساله بودن. این برمیگرده به 40 سال پیش، نزدیک 40 سال پیش. بعد میگه اینو که دیدم بله رفته تو ماشینش نشسته و من چون زنگ زده بودن دفتر رفتم دیدم تو ماشینش افتاده مرده. گفتن خودشو با گاز خفه کرده. که من تعجب کردم که علاوه بر اینکه خب زن و بچه تاجش که یه دوست دخترم داشت که از او یه بچه دیگه داشت که زنش نمیدونست و من در حقیقت رازدارش بودم چون رئیس دفتر کاراش بودم. بعد میگفت یه روزی هم ازش پرسیدم که فلانی من که دارم تو را این همه یعنی راز دو دست منه، من دارم از تو مواظبت و مراقبت میکنم، ما یه چیزی هست که من نمیدونم بدونم که حواسم جمع باشه. گفت نه هیچ، همین چی که میدونی همینه. یعنی داشتن دوست دختر و یه بچه از اون و زن و بچهش و از این برم. بعد حالا اینجا گفتش که من خیلی به این فکر کردم و آخه مگه میشه. شروع کردم تحقیق کردن. بعد متوجه شدم که آقا من اصلا در جایی کار میکردم که این بابا یکی از عوامل MI6 بوده که من نمیدونستم. میگفت MI6 در خیلی جاها به این شکل اینها یا نماینده دارن براشون کار میکنن یا کسی دارن اونجا اینا رو میپاد. میگفت در انگلیس که میگن آزادی مطبوعاته، گفت اینم یکی از اون خنده‌دارترین صحبتات. تو آزادی مطبوعات هست ولی MI6 در همه این رسانه‌های معتبر یه نماینده داره که اونا چک میکنن که چی پخش بشه چی پخش نشه. این خیلی مهمه. گفت همیشه اینو دارم. میگفت در تحقیقاتم نشون داره، یعنی تحقیقاتی که انجام داده و اینا معلوم شده که یه سری پولهایی رد و بدل میشده و یه دفعه این پولها گم شده. گفت به من گفتن که آره ممکنه بستم بخوام بیان شاهد بدن که 5000 پوند که معادل 7 میلیون دلار باشه گم شده. بعدن که من رفتم تحقیق کردم دیدم نه 5 میلیون نیست، 150 میلیون پونده. حالا داستان چیه؟ در تمام تحقیقاتم میگه به این نتیجه رسیدم که تمام کارهای کثیف CIA و MI6 همه در لندن تهیه میشه. بعد اینا از اسرائیل به عنوان مجری برنامه استفاده میکنن. حتی اشاره کرد به جفری اپستین اینجا، میگه اینم اونجا میومد با کسی به نام رابرت مکسول در تماس بوده. رابرت مکسول چیه؟ پدر همین جیزلی مکسول که الان زندانه، روز به روز داره گندش بالا میاد. میگه رابرت مکسول در حقیقت دلال اسلحه بوده. حالا اون چیزی که به ما مربوطه اینو میخوام خدمتتون بگم، این خیلی مهمه. در جنگ ایران و عراق چون اینا تحریم گذاشته بودن، نمیگم تحریم سازمان ملل فلان، دست خودشون بوده، چون مستقیم نمیتونستن اسلحه بفروشن، بنابراین اینا رو میکردن که در بازار سیاه اسلحه بخرن. میگفت ایران 80 میلیارد خرید، عراق 60 میلیارد. توجه کنید دوستان، این برمیگرده به 40 چند سال پیش. 80 میلیارد اون زمان و 60 میلیارد اون زمان، 60 میلیارد عراق، 80 میلیارد. میگه برای اینکه اینها کارهای کثیفی که دارن در سراسر دنیا احتیاج به بودجه دارن، از این طریق اسلحه قاچاق میفروختن، بعد پولها رو پولشویی میکردن توسط این دفتر
حقوقی و چند دفاتر دیگه در سراسر دنیا پول میفرستن آفریقا، بعد یواشکی می‌بردن همون جزیره کیمن آیلند که نگه می‌دارن برای کار خودشون، چون بودجه این سازمان‌های جاسوسی محدوده. برای اینکه از خودشون یه کارایی کثیف انجام بدن اونا رو به کسی نمیگن، از این طریق پول به دست میارن. میگه از پولای اینا سعی کردن که کارهایی که انجام میدادن اینه بعد آخرش به این اشاره کرد، برای من خیلی جالب بود. میگفت اینا هر چقدر به شما اعتماد داشته باشن، نگرانیشون از اینه که شما خیلی میدونید و باید مغز شما رو از بین ببرن. خب مغز شما رو تنها راهی که میتونه از بین ببرن با کشتن شما سناریوهای مختلف. خب همون کاری که برای رابرت مکسول انجام دادن، یادتونه در خبرها من بارها به این اشاره کردم، مال خیلی سالا پیشه، که رابرت مکسول رفته بوده جزیره گاناری، اونجا توی کشتی معروف خودش یه دفعه از کشتی میفته تو آب، خفه میشه به همین سادگی. بعد دخترش $400,000 که داشته بوده توی اون روزنامه هایی که دست اونا بود، اونو برمی‌داره میاد پیش اپستین که اون موقع دوست دختر را جفری اپستین بوده. بعد دیگه بقیهش داستانا رو گفتم. یعنی میخوام بگم بعد میگفت این دفتر حقوقی رئیس منم زیادی میدونست، اینو مجبور میشن که اینو از بین برن. گفت خیلی دیگه هم همینطور. گفت بنابراین دفاتری که انجام شده داینامین دموکراسی فلان، گفت اینا صرفا برای تبلیغاته و تبلیغات هم صرفا برای به دست آوردن پول. گفت دنیای عرب اینها انقدر از اینها مدرک دارن. میگه اگه یادتون باشه همین اخیراً که سر جریان غزه که ترامپ میخواسته آتش بس و کشورهای عربی هم دور هم جمع بشه، یکی از مامورین MI6 که آقای استایمر فرستاد به کشورهای عربی که زود اونها رو راضی کنه که این کار شد. خب پس بنابراین اونها یه چیزایی از اینا جمع کردن که راه دیگه ای ندارن. تنها چیزی که فعلا در ایران بنبست شده همینه، چون در ایران این کار یعنی کلا این میگفتش که این داستانهایی که درست کردن این کشورها باید باج بدن. اگر باج به ندن همیشه مورد هجوم هم، مورد خشم این هسته، یا تبلیغات یا جنگ یا هرچه، دنبال فقط رشوه‌اند. خب ایران این رشوه رو نمیده، اولا ایران نداره، بابا ایران این همه گرسنه داره خوده. بنابراین چون پول نمیده، باج نمیده، این مکافات ها وجود داره. من خیلی جالبه این کتاب، من باید بگیرم این کتاب بخونم. مگیز همر، چکش مگی، که همون مارگارت تاچر باشه. اون مارگارت تاچر هم یکی از این رؤسا بوده. اینا زیر چتر همین داستانا. خلاصه بدون که دوستان مشکلات ما برمیگرده از وقتی که انقلاب شده این داستانه. مثلا سر جریان این ممدانی، الان دستراستی ها خیلی نگران ممدانی هم. بعضی ها میبینم در شبکه‌های مختلف ایرانی ها میگن از این ممدانی هم ممکنه یه روزی علیه ما استفاده کنن. حالا فعلا داخل خودشون بذار درست کنن، چون دستراستی های سفیدپود میگه آقا با اومدن ممدانی ما یک دیربون دیگری درست کردیم. دیربون میشیگان دست عربات، چون جمعیت عربی داره. میگه حالا ممدانی تمام اون گداگودلوهای خارجی رو دور خودش جمع میکنه، همیشه رأی میگیره به نفعش. میگه همینطور که خانم الهانومه در مینیسوتا مینیاپولیس انجام داده. میگه ما اصلا نباید اجازه بدیم مهاجر بیاد اینجا. تو نمیدونم این مهاجر قانونی غیر قانونی اینا همش کشک، اینا دسترسی همین هریتیج فاندیشن که به شما میگفتم بنیاد میراث، اینها با همکاری تمام. میگه امریکا باید دست سفید پوستای مسیحی باشه همه جا. این داستانه، اینو الان دارن میگن دیگه، چون الان دستشون بازه. دموکرات‌ها ممکنه یک کم میگن نه امریکا قانون اساسیش اینه، ولی دست راستی ها معتقدن که این شکلی باید باشه. الان هم این جریان CIA و MI6 و بازی هایی که در لندن انجام میگه، اصلا لندن کارش پولشویی کثافته. گفت از این طریق پول در میاره، غیر از اون چیزی دیگه ای نیست. گفت تولید نداره انگلیس. این آقا داره میگه، جفری گیلسن
نویسنده کتاب مگیز همه. حالا دوستان فعلا اینا رو داشته باشید تا من اینا رو باید به شما بگم. حالا انشالله بعدا برنامه میذارم راجع به اینا صحبت میکنم. برای سپاسگزارم از وقتتون. برنامه رو لایک بزنید لطفاً، کامنت بذارید، با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار.